سرعت خیلی بالا سریع جابجا کردیم، اومدیم اینجا. هم نور خوبه هم تصویر. خب بذاریم. اوکی الان عالی، قشنگ صاف و ردیف. برو خب بریم بچه ها واسه ادامه تمرین. خب حالا تمرین بعدی بچه ها اسپلیت اسکواته. یه پا جلو یه پا عقب، یه دونه نصفه میریم پایین. خب میایم بالا، بعد یه دونه کامل. هر کدوم 6 تا تکرار. بریم 3 2 1. اول یه نصفه میریم میایم بالا، بعد کامل میریم پایین. آفرین. حالا چون فشار رو روی باسن پای جلویی بیشتر کنیم، کمرمون رو خم نگه می‌داریم به سمت جلو. این یک اولین نصف است، بعد کامل. آفرین. این دوتا، این سه باریکلا بچه‌ها. 4 زانو عقب قشنگ نزدیک زمین شه. 5 آفرین. یکی دیگه 6 برو عوض کن همینجوری نرم و عالی. نفس. حاضر 3 2 1. آفرین بچه ها. 2 انجام بده شما. ما پشت صحنه. آره 3 باریکلا. 4 بدن خمتر به سمت جلو. 5 آفرین. یکی دیگه 6 آفرین. خب یه نفس عمیق راه بریم، قشنگ نفستون چاق بشه. نفس بگیریم. خب بچه ها حالا میخوایم بریم سراغ عضلات کناری هیپ، ولی این حرکتی که انجام میدیم به صورت ایستاده است. خب چطوری حالا این کار رو انجام میدیم؟ من یه عقب‌تر وایسم تو جلوتر که پام هم نخوره. همونجوری که وایستادیم زانو صاف تا جایی که میتونیم پا رو میاریم بالا، برمیگردیم سر جاش. ولی نکته اینه که نوک پنجه‌تون باید به سمت جلو باشه و خیلی نمیخوام بدنتون رو از بالا کش کنید. میاد اینجا برمیگردی. اینقدر بیارین که تا جایی که بغل زانو صاف بتونی پاتون رو بیاریم بالا. 4 سر پا رو صفر کنین، پا رو بیارین از بغل بالا. نوک پنجه به سمت جلو. باریکلا. 5 6 7. 4 سر پا رو صفر کن. 8 9. دستتو اینجوری بگی به کمرت، یه تکونی تو پهلوت هم احساس میکنی. 10 1 2. پا رو عوض کن. 1 2. نوک پنجه به سمت جلو. 3 4. بچه های بیرون. 5 6 7 8. قشنگ فشار رو پهلو احساس میکنی؟ اونم 9 10. حالا مدل بعدیش چطوریه؟ شما دستتون بالاه، همزمان با این پایی که میارینم این دوتا رو تاچش میکنین، از پهلو خم بشین تاچ میکنین. یه نفس بگیرین. خواستم که یاد بگیرین. چند ثانیه دیگه میریم سراغ ادامش. خب بریم بچه ها. 3 2 1. هر طرف 12 تکرار. دست بالا، دست مخالف رو میگیریم روی پهلو. بزنیم بریم. 1 بزن به هم. 2 3 از پهلو خم شو. 4 خم 5 6 آفرین. تاچ کن. 7 8 9 10. باریکلا. 1 یه دونه دیگه. 2 12 تا. نفس عمیق. آره من سرشو میکنم تقرب. 3 2 1 2 آفرین. 3 4 5 6 آفرین. 7 تاچ کن پارمیدا. 8 9 10 1 2 عالی. آفرین بچه ها. خیلی خوب. امروز جدای تمرینات پا میخوام خیلی نواحی شکم و پهلو رو تمرین
حسابی بهش بدیم. یه نفس بگیرین. خب بذارید من آب بردم. خب بیا. با من کلی عینک آورده بودم، خواستم رخ عقاب بگیرم تو لایوم. خیلی دا اینجا بذارم نه؟ یه دکمه داره. خواهش می‌کنم. خب ما در غیبت ماماقانی تمرین رو ادامه بدیم چون این حرکت 3 ست بعدش انجام بدیم. خب بچه‌ها اگر میتونید با دمبل، اگر نه کف دستاتون رو اینجوری بچسبونید به هم. آرنج صاف. شما قراره آرنج صاف از پهلو شروع کنین چرخیدن. خب حالا چطوریه؟ هم قراره شونه روتیشن داشته باشه، هم سر. انگار یه نفر صدات میکنه برمیگردی کامل به سمت مخالف، یعنی شونه و سر کامل چرخش داره، ولی روتیشنی توی قسمت زانو ایجاد نمیشه، فقط هیپ در اصل آپر بادی اتفاق میفته. دمبل هم نمیخواد خیلی بالا بگیرین، تو ارتفاع سینه‌تون بریم هر طرف 10 تا چرخش. 1 2 3 4 5 باریکلا 6 7 8 9 10 ادامه بده. 1 2 باریکلا 3 4 5 6 7 8 9 10 خیلی خوب. خودتون هم قشنگ تمرکز کنین رو پهلو. هر جایی که فشار اومد تازه اون زمانیه که قراره یه تغییری توی بدن شما ایجاد شه. اونجایی که فشار میاد و اگه ادامه بدی تازه قراره اونجا نتیجه بگیری، چون رسیده به اون آستانه قدرت عضله شما. اوکی باریکلا. چه بچه‌های پشت صحنه دارن تمرین میکنن، بچه‌ها که نه یه نفرش فقط داره تمرین میکنه. خب یه نفس عمیق. بریم ست بعدی. دمبلتون رو بردارین، بشینین رو پا، بردارین دلدان نشین بردارین، یا اگه بدون دمبل میرین کف دستا بچسبونین به هم. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 ادامه بده. 4 باریکلا 5 6 7 8 9 10 آفرین. یه ست دیگه مونده، یه ست دیگه مونده، کم نیارین، قشنگ ادامه بدیم. نفس عمیق. عالی بچه ها. امروز جلسه آخر این هفته است، بعدش قراره که پشتیبانی به شما مسیج بده. من درم باز کنم. به شما مسیج میدن و قرار شما یه آپدیت وزن و عکس براشون بفرستید. حتما لطفا همتون رو ارسال بکنید، چون یه سریاتون تو زمینه یه حالا تمرین لایو یه مقدار فعالیتتون کمه، بیشتر آفلاین نگاه میکنین. من باید ببینم که کسایی که حالا اون رژیم رو من گرفتن و حالا چه لایو چه آفلاین با من تمرین میکنن چه تغییراتی داشتن. هر هفته یه آپدیت هستش. بریم بچه ها. 3 2 1 یه روتیشن پا میده از پهلوه. خب سه تا آخرشه. دمبل اینجا به سمت جلو. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 روتیشن از آن نداریم. 8 9 10 سرم به چرخه. 1 2 3 4 باریکلا 5 6 7 8 9 10 آفرین به همه. آفرین. بله. قشنگ خود اینجا رو یه کششی تو این ناحیه احساس می‌کنی، اینجا اون کشش هست. درست. خب بریم سراغ آموزش حرکت بعدی بچه‌ها. بهتون بگم چطوریه. خیلیاتون هستید که حالا توی چربی هایی که دارید جدای از این ناحیه پهلو یه مقدار چربی هم توی این قسمت زیر بغلتون هستش. حالا کلاً که همش رژیمه. خب ولیکن حالا ما شروع می‌کنیم جرن خون رو به اون قسمت ها هم رسوندن و عضلاتش هم روش کار می‌کنیم. کاری که می‌کنیم قراره پای جلومون خم باشه، بالا تنه رو میندازیم وزنش رو پای جلو، پای عقب صاف. این یه تکیه‌گاهه. دمبل رو از اینجا قراره بیاریم بغل لگن. به این حرکت میگن
دمبل رو. اوکی؟ خب بریم. خیلی کمر بالا نباشه، زاویه 45 درجه خم به سمت جلو. از جلو میارینش بغل لگن و آرنج سطح بدن رو رد میکنه میره بالاتر. زمانی که رد میکنه تازه اون عضله لاتیسموس شما درگیر میشه. هر دست 10 تکرار. با هم شروع میکنیم. 3 2 1. قوز نکن، کمر صاف، سرتو خیلی بالا نگیر. آفرین. 3 باریکلا. 4 عالی. 5 تمرکز کن، از عضلات انقباض بگی. 6 7 آفرین. 8 خیلی خوب بود. 9 10. عوض میکنیم جهتو. حالا این یکی پا جلو خم، پای عقب صاف. جان میتونم فقط پامو عوض کنم دستم نچرخم؟ آره دستان در راست عوض میشه دیگه. خب 3 2 1. آفرین بچه ها. 2 خیلی خوب. 3 بیار بغل لگن قشنگ بالا. 4 این اشتباهه، بیار بغل لگن. 6 7 آفرین بچه ها. 8 پای عقب قشنگ صاف. 9 10 باریکلا. خیلی خوب بود، خیلی خوب. حالا میایم یه مقدار کوردینیشن مغزمونم توی این تمرین باز به کار میندازیم. چیکار میکنیم؟ این بار به جای اینکه یه پا جلو باشه یه پا عقب، هر دو تا پا بغل همه، مثل زمانی که توی لیفت رفتیم پایین اینجاست. اوکی؟ خب یه رو میکنیم برمیگردیم بالا، یه رو میکنیم دو تا دستو همزمان برمیگردیم بالا. اوکی؟ بریم. دو دستی دنبل میخواد؟ بله. بچه ها هم بدون دنبل میتونین انجام بدین، هم با دنبل. این اکت مهمه، خودتون از این قسمت زیر بغل قشنگ انقباض بگیرین. اوکی؟ پات خیلی بازه. پا اینجا، دستم به بیرون باز نمیشه. بچه ها اگه نگاه کنین من از پشت سر دستم کجا میاد بالا، دستم جوری میاد بغل لگنم. اوکی؟ ببین زانو خم. آفرین. باریکلا. دست از بغل لگن بیاد بالا تا اینجا. آفرین. باریکلا. خیلی خوب. شروع کنیم. 3 2 1 10 تکرار. نه بابا. 1 2 آفرین. 3 نکن اینجوریه. از جلو میاد بغل لگن. 5 عالی. کمر رو صاف نگه دار. 6 کم نیار. 7 3 تا دیگه. 8 عالیه. 9 10 آفرین بچه ها. این خیلی خوب بود. باریکلا. خب حالا همینجور که دارین استراحت میکنین بعدیش هم یاد بگیرین. بعدیش قراره که یه دمبل رو پایین نگه دارم، اینو بزنم برگرده سر جاش، این یکی دستمو بزنم، هر دست 5 تا دقیقاً و اون دست پایین میمونه. اوکی؟ یه استراحت. دستمان میخواد؟ نه اوکی. ورزش عرق میکنیم. والا اوکی. اومدیم که عرق کنیم دیگه. اوکی دیگه اومدیم که عرق کنیم. آره دیگه. خب بریم بچه ها. من چون تو دیدرس شما هم باشه دست چپمو پایین میگیرم، دست راستم رو میکنم 5 تا اولو. 3 2 1 2 همون دسته. 3 4 5 برگرد سر جاش. 1 2 3 4 5 آفرین. عالی. حالا بعدیش قراره چه اتفاقی بیفته؟ بالا نگه میدارین 5 تا اینو میزنیم، بالا نگه میداریم 5 تا اینو میزنیم. حدیفه. نفس بگیرین. مرسی. سالن اینجا هم دم داره. اینجا خیلی گرمه. در باز کن. خب بذار باید پرده ها رو بکشم.
بعد شبیه این کلیپ های عروسی میشه، اینجوری باد میزنه فردا ها میان. آره هیچ. خب کنسله. شبیه لباس عروس شد. خب بریم بچه ها. 3 2 1. اینو بس بالا نگه میدارم، به بدن تکیه نمیدم. بریم 1 2 3 4 5. اون یکی 1. آفرین، برو ببینم. 2 3 4 5. آفرین بچه ها. استراحت. چرا؟ مشکل چیه؟ استوری اونقدر که بعدش نه استوری. یه نفس بس بگی. حرکت خوشگل. یه حرکت خیلی خوشگل می‌کنم. من وقتی که میخوام استوری بگیرم می‌کردم یه حرکت خوشگل دارم. آره دیدم رو 4 دست و پا باز هم داشتم اینجوری می‌کردم. خوشگل بود دیگه. آره ازم استوری گذاشتی. خیلی خوب بود. عاشق بچه‌ها همه عاشق استوری شده بودن دوستان. خب بعدی بچه‌ها قراره به حالت سومو لیفت بریم پایین. دستا اینجاست، دمبل رو میگیریم، سرسینه صاف، کمرمون 45 درجه به سمت جلو، 2 دمبله. یه دونه راست رو میاریم، یه دونه چپ رو میاریم. بالا تنه یه ذره صافتر. آفرین. باریکلا. بریم 3 2 1. اول راسته. 1 2. آفرین. 3 4 5. عالی. 6 7 8 9 10. 2 تا. 1 2. بذار سر جاش. استراحت. آفرین بچه ها. عالی. یه رست بدین. یه نفس بگیرین. در چه حالی بچه ها؟ بگید در چه حالی؟ راستشو بگید. اون تخت خوابیدی داری با ما رو میبینید. داری با ما تمرین میکنید. نه دارن تمرین میکنن. بگید در چه حالی؟ پس چه؟ راستشو بگید. پس چرا کلاس لایو شرکت کرد؟ مثل بچه ها همه دارن تمرین. عالی. آفرین. باریکلا. ماچ بخمن. بریم سطح بعدیش بچه ها. ماشاءالله. این گردنه رو خیلی دوست داشتم. بریم بچه ها سطح بعدیش. برده دمبل تو 3 ست بانو. خب همه حرکت قبلیه. بریم. من نیم رخ میرم که زاویه کمر منم بچه ها قشنگ ببینین یاد بگیرین. شما هم خیلی رو برو. 3 2 1. 1 2 3 4 5. آفرین. 6 7 8 9 10. یکی دیگه. 1 2. عالی. این شد. خب خدا رو شکر میگن خیلی مثل این که به عضلاتشون هر 2 جلسه فشار اومده. بچه‌ها من بعد جلسه قبل که 2 روز پیش بود هنوز باسنم درد میکنه. بعد واقعا باسنم درد میکنه. آدم میفهمه که تمرینی که داره میکنه موثره، چون اون نقطه‌ای که داره روش کار میکنه درد میکنه. من نگران بیفور افتر خودمم. من نگران بیفور افتر خودمم. من راضیم. همینو میخوام. خب بریم بچه ها ست سوم. نفس گرفتین؟ 3 2 1. دولا میشین. دمبل برمیداریم بریم. 1 2 3 4. آفرین. 5 6 7 8 9 10. 1 2. آفرین. او دم همتون گرم. ماشاءالله. خیلی خوب. عالی بود. باریکلا. برای کاهش دردهای عضلانی بهترین چیز اول ماساژ، بعدش دوش آب گرم و سرد. ولی کلا این 2 هفته اول تمرین ها بچه‌ها درد زیاد عضلانی طبیعیه. بعد تمرینتون هم 500 میلی گرم منیزیم باز خیلی میتونه کمکش کنه. خب گرفتی. روبوکاپ. باریکلا. آفرین.
خب الان میگم خیلی کار. نه اوکیه. بریم سراغ حرکت بعدی بچه ها. خب بچه ها حرکت بعدی خب که قراره بریم به این حالته که ما دمبل میذاریم روی شونمون. خب ولی این بار خب گابلت یا گوبلت اسکوات میریم. یعنی چی؟ یعنی پاها بسته است. اوکی میشینم به سمت پایین میام بالا. اوکی 8 تکرار. باسن باید بره عقب. اگه باسن نره عقب زانو خیلی بیاد جلو اذیت میشه. قوزم نباید بکنی. من نیم رخ میرم که منو ببین. 1 بریم بچه ها. آفرین. 2 برو ببینم. 3 باریکلا. دم لبشونه. 4 باسن عقب. 5 آفرین به همه. 6 کم نیار ببینم. 7 3 تا دیگه داریم. 8 ماشاءالله به همه. 9 10 عالی بودیم. خب من فکر کنم واقعا دستمال نیاز دارم چون دیگه عرقم رفت توی چشم. آخ مرسی عمو شاهین دستت در نکنه. وای چقدر قشنگ زده نمیتونم بشینم. وقتی میشینم نمیتونم پاشم. دقیقا مشکل منه. خب خوبه پس خوب داریم تمرین میکنیم بچه ها. پس خوب داریم تمرین میکنیم. حالا میریم سراغ بعدی. خب همین اسکواتو که تشریف میبریم. خب این بار بدون دمبل چون بالانستون برام مهمه. خب تا آروم آروم این حرکتی که خوب یاد گرفتیم بعدش با دمبل میریم. اینجا که اسکواتو میری میای بالا پاتو میدی عقب. یه دونه راست یه دونه چپ. اینجوری که وقتی میری پای میای بالا کمر یه ذره به سمت جلوی زانو صاف تا جایی که میتونی پا رو میاری بالا. فشار میفته روی این ناحیه عضله باسن. اوکی پس اسکوات پا بسته هر طرف 6 تا کیک بکه. مجموعه میشه 12 تا. 12 تا دونه میخوایم با هم بریم دیگه. پا بسته. آفرین. 3 2 1 این 1 یکیشو رفتیم. این 2 هیچ. بده عقب. بده عقب. 3 نده بیرون. بده عقب. 4 آفرین. 5 بیشتر رو پات بشین خیلی دولا نشو. 6 آفرین بچه ها. 7 عالی همه. 8 چیزی نمونده. 9 باریکلا به همه. 10 عالی همه. 1 تموم شد. دیدی؟ 12 عالی بودین همه. باریکلا. خب همینجوری که من دارم باهاتون صحبت میکنم برید دم یک دیوار وایسین. خب 2 تا حرکت داریم که لب دیواره. خب حرکت اول حالا من یکشم به نیم رخ اینجا به لبه مبل میرم که شما بتونین انجام بدین. دستتون اینجوری میگیرین به دیوار. خب بعد این نکنین این پام چسته به دیوار. 1 قدم 2 قدم میام عقب. خب بعدش اینجا پامو زانو صاف میارمش به سمت بالا. این کیک بک اونه که با سیم کش رو باشگاه انجام میدیم ولی حالا بدون وزنه. اوکی هر پا 12 تکرار. برید بچه ها ببینم. 1 2 3 4 آفرین. 5 6 7 8 9 10 بالا نگه دار ببینم. 10 5 4 3 2 1 ماشاءالله به همه. بریم بعدی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و نگه دار. 5 4 3 2 1 باریکلا. باریکلا. آفرین.
عالی. این خیلی خوب بود. واقعا باری کلا آتنا. دمت گرم آتنا، یعنی اینکه قشنگ داری رژیمم رعایت می‌کنی. بچه‌ها یاد بگیرید. با خودم هم هست. خدای منم دارم. خداییش. ماشاءالله. واقعا باری کلا. خب بریم بچه‌ها، حالا خیلی راحت این حرکت. خب اصلا استراحته. شونتون رو میچسبونین به دیوار. اوکی. پاهاتون رو یه قدم گردو شکستن بازی کردید، 2 قدم میام جلو. خب بعد اینجوری شونه‌مو ول میکنم به سمت عقب. خب حالا لگنم جلوه بچه‌ها، لگنم از دیوار جداست. میرم روی پاشنه پام نگه می‌دارم، پنجه‌مو میارم بالا به سمت خودم، بیارش بالا همینجور که زانو صافی، اینو که پنجه‌تو به زمین بیارش بالا. یه عضله هست روی ساقتون. هدف من اونه، اونو میخوایم درگیرش کنیم. انقدر خوبه، انقدر این عضله قویه. بعد از زانو در نجاتتون میده، ساق پاتون رو خیلی خوشگل میکنه. برید ببینم. از الان میخوام 15 تا بشمارم. 1 نظر چیه؟ 2 ولش نکن پاتو پایین. 3 نرم برو. 4 برعکسه، باید تمرکز کنی رو عضلات. کمتر برو ولی با تمرکز بهتر. آفرین بچه‌ها. 8 میدونم داره میسوزه، اینم تحمل کن. 3 تا دیگه بریم خداییش. خب اوکی. 3 2 آفرین. 1 خیلی نه، یه رست بده. این حرکت رو خواستم یاد بگیرین. خب که بعدش وقتی میگم پنجه رو میدیم بالا، پنجه بالا بدونی. من 2 کیلو کم کردم. باریکلا، دمتون گرم. آفرین. این تغییراتتون رو لطفاً بچه‌ها همه برای پشتیبان بفرستید، چون که توی تلگرام هم همه چی شیفت شده. لطف کنید که اون فرمتون که همراه عکساتون بود و با عکس و وضع جدیدتون رو یکسر برای پشتیبان بفرستید. خود پشتیبان بهتون مسیج میده، ولی شما پیش دستی کنین که دیگه پرفکت میشه. خب حالا بچه‌ها میریم چیکار میکنیم؟ هم پشت ساقو هم جلوی ساقو با هم درگیر میکنیم. 12 تا ساق پا میریم، بعدش هم 12 تا جلوی ساقو. اوکی. همون 1 با 2 قدمی که اومدیم و حالا سینه‌مون رو نزدیک دیوار میکنیم، یه شیب میدیم روی نوک پنجه، میریم بالا، پاشنه رو زمین جدا میکنیم. 1 آروم میریم، آروم میایم. 2 پاشنه که میخواست بخوره زمین میام بالا. 3 باریکلا بچه‌ها. 4 عالی. 5 آفرین. 6 برو ببینم. 7 8 اگه اون خط بغل ساقو میخوای اینو قشنگ برو. 9 بچه‌ها هرچی خودتون به دیوار نزدیک 10 سخت‌تر میشه. دقیقاً 11 12. حالا برگردین 12 تا هم اون طرفی بریم با یه 5 ثانیه استراحت وسطش. عضله ساق جزو عضلات تنبل محسوب میشه. چرا؟ یا کلا اکثرا اینا اسلو تویچن. خب زبونم گرفته. خب کند انقباضن. چرا؟ چون که شما از یه سری قسمت ها و عضلات پاتون انقدر در طول روز استفاده میکنین، راه میرین، پا میشین، کار مختلف انجام میدین، برای درگیری این عضلات بیشتر باید زحمت بکشین. آفرین. چند تا شد؟ 7 الکی نگو. 6 8 تو چند تو اغمایی بابا؟ به خاطر که تازه حوازی اومده. ماشاءالله بچه‌م ناشتم حوازی زده بود. آفرین. یکی دیگه. تمام. یه استراحت بکنیم، نفس بگیریم. ماشاءالله به همه. خانم پریسا میگه من 4 کیلو کم کردم. عالی. باریکلا به همه. صورتت منم بیام دستمال بگیرم. مرسی. آقا شاید ما هم دیرو پا زدیم. خیلی شدید زدیم. ما شدید نزدیم. خب بچه ها
بیایم بریم سراغ عضلات مورد علاقه من. یعنی کجا پا میدم؟ از این مورد علاقه باسن. چرا با عضله مورد علاقه من باسن باشه؟ شکم. خب تشریف بیاریم. مرسی، متشکرم. خب عالی بودی. عالی. خب من از اون خودم متوجه. خب شما به اون سمت بخواب، من به این سمت. خب آره تو رو خیلی نیش میزنن. رهاش کن، بیا شروع کن، سرد میشه. من چجوری بخوابم؟ اونوری دیگه، شما سرتو بذار اینجا، پاتو بذار اونوری. خب عالی. خب بچه‌ها آروم پا رو بالا نگه می‌داری. قاشق ضد آبه؟ جان قاشق ضد آبه؟ واقعا در این حد فرق کردن؟ الان فکر کنم داره بهتر شد. خب بچه‌ها زانوسا پاتون رو قرار بگیرید بالا و بعد سعی می‌کنید که نوچه پاتون رو تاچ کنید. خب بریم شروع کنیم. 3 2 1 2 من به نوک نمی‌رسم. 3 پامو می‌شم خم کنم یکی؟ 4 آره یه ذره خمه. آفرین. 4 5 عالی بچه‌ها. 6 7 یواش 8 9 10 استراحت. آفرین عالی بود. استراحت کنید. حالا کف پاتون رو بزنید رو زمین، دستتون اینجوری صاف بگیرید جلو، سعی کنید مچ دستتون رو برسونید به زانوتون. اوکی. 3 2 1 این 1 این 2 آفرین. 3 میای بالا، نفس بده بیرون. 4 5 6 7 باری کلا 8 9 بالا 10 ای کم کم میری بالاتر. میری بالاتر. عالی بودیم بچه‌ها. دم همه گرم. حالا بچه‌ها همینجوری راحت میخوام بریم، خیلی نمیخوام پیچیده و سختش کنیم. در پاتون که خمه اینجا دست مخالف رو بگیرین. خب اینجوری بیارینش تا تاچش کنین زانو رو به همین سادگی. 1 بریم 2 3 آفرین 4 باری کلا 5 6 عالی 7 8 من انعطافم خوبه تو اینو نگاه کنم که پامو دست باری میزنم. کلا 10 آفرین. حالا دست و پا رو عوض کن. برو ببینم. 1 2 بچه تاچ خالی پایان اینجوری نکنین، یه ذره بالاتنه رو سعی کنین پشت شونه رو عروض زمین جدا کنین مثل پامونی. باری کلا 5 6 برو ببینم 7 8 9 10 آفرین. یه استراحت دیگه. ببین الان یه ذره درد میگیره، فشار میاد، ولی بعدا لذتش میبری، خودش رو میدی. شکمت رو نگاه میکنی صاف، یه سری خط هم داره، عشق میکنی باش، لباس رو تنت میکنی. یه ذره طبیعیه من درد ساق پا خیلی لذت میبرم. کیارش هم میگه من بدن‌درد ورزش رو دوست دارم. آره اصلا حال میده. یه دارم ساق میزنم. مریم میگه میشه بیشتر شکم بزنیم امروز؟ حتما، چرا که اصلا امروز بیشتر یاد کرده باشه از اول شکم پهلو داشتیم. خب البته اینم به خانم مریم بگم که شکم زدن عضلات شکم رو قوی میکنه. آب شدن شکم رژیمه. اولین احشامی که توی اولین چربیایی که هستش توی احشام و قسمت روی لایه شکمتونه و بعدش شروع میکنی آروم آروم همه اینا شروع با رژیم آب میشه. خب بچه‌ها بریم سراغ بعدیش. ای بابا بیا ببینیم، بیا نهاشون بعدش با از اون اسپریا بزنیم. خب بچه‌ها حالا یادتون اینجوری میرفتیم بالا، مچ دستا میرسوندیم به زانو. خب حالا یه دونه روتیشن به راست داره، یه دونه روتیشن به چپ، یعنی یه دونه اینجوری میریم بغل ساق این پامون رو تاچ میکنیم، برمیگردیم این یکی پا بریم. 3 2 1 2 آفرین. 3 عالی. نه دستت اینجاست، دست اینجا. آها 4 باری کلا
5 عالی 6 من این بری میرم ببینیم 7 8 9 10 استراحت باری کلا عالی بودیم ماشاءالله خیلی خوب داریم میریم همین درسته یه نفس دیگه بریم بیام آقا یه حرکت خب یه حرکت خب وی رو میخوایم بریم ولی هولدشه کسایی که میتونن زانو صاف کسایی که براشون سخته اینجوری زانوشون جمع کنن توی سینه ولی سعی کنین پاشنه پا رو از روی زمین جدا کنین تو هنوز فکر کن اینجا دارن میشه بزنن آره 4 5 6 7 8 9 بچه همین الان 10 تا جایی کنه من خوردنش به ازای همین 10 تا 10 تا شکم برو دیدی؟ وایسا دستم فقط مرسی متشکرم خب یه دقیقه وایسا من میخوام استراحتمون خیلی طولانی شده بریم زانو صاف دنبال اهانت خودت هم دستمال چسته می‌بینی الان نمیشه دستم تو بود دستمال من رفت زیر گردن تو باری کلا عالی استراحت از روش من استفاده تجربیات من در اختیار هر کسی نمیشه آره واقعا مرسی خب بچه ها حالا میریم زیر شکم و پهلو حرکت آخرمونه و قراره توی 2 ست انجامش بدیم اوکی همین حرکتی که جمع میکنی زانوها رو شکم یه دونه راسته یه دونه چپه فقط من و شما قراره با هم هماهنگ بریم اوکی نه دیگه رو به جلو باید بریم که اوکی بشه یه رو به جلو میریم با هم اینجوری با هم میشه میخوریم با هم حاضر بچه ها نمیشه راست میگی منطقی دیگه حال میریم دیگه 1 2 3 1 دیدی میشه 2 باریکن 3 4 آفرین 5 6 7 8 آفرین 9 10 یکی دیگه 1 2 آفرین یه ست دیگه مونده این شکمه حال داد نه؟ بیا مریم داره راهکار چیزم قشنگ به من میده میگه لیمو بزن بعدش راست میگه لیمو هم جوابه قشنگ پاستوریزه میکنه پاستوریزه رو حالی اینجا باید برم همون اولین کارم خودم رو مالیدین بزنم آره منم اصلا کلا خیسم بریم 3 2 1 1 2 آفرین 3 4 5 عالی 6 7 8 9 10 1 2 آفرین چه ادامه داد؟ اینجوری باری کلا بچه ها دمتون گرم مرسی بله انرژی دارم یه حرکت دیگه اوکی حله حالا که تو انرژی داریم هم یه حرکت دیگه میریم احساس کنم یه سری هم اگه شما بودید اینجا باشید دمتای بسن خود شیرین خب پس همینه یه ست دیگه میریم اوکی چون که بهتن فشار بیا مریم دیگه ما انرژی داریم باری کلا آفرین پس بچه های پر انرژی اینو جای 12 تا 20 تا میریم بریم دیگه بریم تا بگیره شکمتون 3 2 1 1 2 3 باری کلا 4 5 6 آفرین 7 8 9 10 9 8 7 6 باری کلا 5 4 چه فکر می‌کنی پای تو نمیخوره باری کلا بچه ها قشنگ سرد کنین این سرد کردن خیلی مهمه دم همتون گرم خستم نباشین ماشاءالله مرسی